شما یقینا شما لتأتون الرجال میروید بر مردان شهوتا من دون النساء جهت شهوترانی من دون النساء زنان را کناره گذاشته زنان حلالتان کناره میگذارین میرین پیش مردا. قاضی ثناء الله پانی پتی رحمه الله میفرماید و من هذه الآیه از این آیت این هم ثابت میشود ثبت حرمت اتیان النساء فی ادبارهن بدلالت النص. از این آیت این هم ثابت میشود که همینطور با مردان این عمل زشت ناروا است، ناپسند است، حرام است. همینطور شخصی اگر با خانم خود این عمل زشتی را از راه عقب در دبرش انجام میده و هم حرام است بدلالت النص. به خاطر چی؟ لانه مثل اتیان الرجال خبیثه. همینطور که با مردان این عمل ناپسند است خبیث است، همینطور با زنها هم خبیث ناپسند است. و در احادیث با اون طور اشخاصی که با خانمای خود اینطور عمل ناشایسته را انجام میدن وعیدهای بسیار سنگینی آمده است. و در حدیث شریف میخوانیم، حدیث است ملعون من اتا امرأة فی دبرها. امام احمد این را روایت نموده است و دیگر در ابو داود روایت نموده است ملعون من اتا امرأته فی دبرها. ملعون است آن شخص، از رحمت الله دور است آن شخص که با خانم خود از راه عقب همبستری میکنه. در عقبش چی میکنه؟ همبستری میکنه، یعنی قابل لعنت است. به انگلیسی بگیم may Allah curse those people. What they do? They come to with their wife through their backside. Anal intercourse with their wife. They are cursed by Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی الله subhanahu wa ta'ala چی گفته است؟ ساق گفته است. و چون که از احادیث بگویی شاید یک کسی بگویی حدیث است، اطبا همیره گفتن. اطبا گفتن از راه عقب جای پلیدی است، جای است اگه یک کسی هم بستری میکنه از راه عقب این بسیار مریضی های دیگری را در آینده به بار می آوره. خداوند متعال وقتی صحابه پرسان نمودن یسالونک عن المحیض، صحابه پرسان میکنن درباره آن پیریدی که monthly the ladies they get، آن مریضی که ماهواره زنها میگیرن. بگو قل هو اذن، بگو او گندگی است. فاعتزلوا النساء، در حالتی که پیرید می باشن، در حالت ماهواره که می باشن، از شما از خانم هایتان دوری کنین. از چین؟ از مجامعت با خانم هایتان دوری کنین. و مفسرین می فرمند وقتی که آن گندگی صرف به یک مدت کمی می باشه، به روز کمی 3 روز 7 روز 9 روز 2 روز می باشه، دو خداوند گفته که شما نزدیکی نکنین، حرام است. و او گند از راه عقب همیشه گند است، با او چطور اجازه باشد؟ و این گندگی است، این حرامی است که هیچ نبی این را اجازه نداده است. در حدیث شریف امام ترمذی رحمه الله روایت میکنه من اتا حائزا، کسی که خانمش در حالت حیض باشه، she is in monthly period، و که هم بستری کنه، که مجامعت کنه، او امرأة فی دبرها، یا خانم خدا از راه عقب او هم بستری کنه، مجامعت کنه، او کاهنن، یا پیش کاهن بره. کاهن چیست؟ فورچون تیلر. فقد کفر بما انزل علی محمد، پس تحقیق که اینطور شخص کافر شده است با آن چیزی که بر رسول الله هم نازل شده است. یک سخت وعید است. اینجا دو مطلب داره، فقط کفر بما انزل علی محمد. یک مطلبی است که تهدید نشان میده رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی کفر چقدر عمل زشت است، کفر چقدر عمل ناشایسته است، یا همین تو عمل ناشایسته است، زشت است، پلید است. دیگه مطلبی است اگر کسی جایز دانسته یا عمل زشت یا عمل ناروا را انجام بدهد از دایره اسلام خارج می شود. این هم علما اتفاق دارن. اگر کسی بگه از راه عقب مجامعت با خانم اجازه جایز است، این گپ ملاصحبه است، فورا اسلام خارج می شود. همینطور اگر در حالت حیض با همسر خود مجامعت کنه گناه است، زشت است، اگر حلال دانسته بکنه از دایره اسلام خارج می شود. و علمایی را هم می فرمایند اگر شوهر یه عمل زشت را انجام میده و خانمش اجازه نمیده، در این صورت لعنت میشه برای شوهر. و اگر حکومت اسلامی باشه، قضای اسلامی باشه، میتوانی خانم بره پیش قاضی و حتی طلاق خود بگیره دی شخص. یعنی طلاق دیگه چه ناقی عالم طلاق گرفته نمیتونه، یعنی دی اجازه است که طلاق خود بگیره.
از قاضی که کی تو شخص خبیث مرا چی کن فسخ کن نکای ما، قاضی ولی تعزیر میکنه، قاضی ولی سرزنش میکنه. اگر باز نیامد در صورت با قاضی بین دو نفر، بین خانم شوهر نکایشان را فسخ میکنه.